بچه‌ها به طور کلی نصب مود وسایل نقلیه به 3 روش تقسیم میشه: ریپلیس، OIV و ادآن، که ادآن از همشون بهتره چون فایل‌های بازی آسیب نمیزنه، فراوونه و نصبش هم راحته. و یک نکته، منیو مدانه رو بازیتون نصب داشته باشید. اگر نصب دارید که هیچ، اگر ندارید لینک ویدیو نصب هر دوشون داخل دیسکریپشن هست، برید ببینید و نصب کنید. خب بچه‌ها من وی پی ان PC متصل نشد، با گوشی اسکرین ریکوردر میام. خب وی پی انتون روشن باشه، سرچ کنید GTA 5 مود. اولین سایت که ما رو GTA 5 مود رو باز میکنید. سایت فیلتر بچه‌ها، فیلتر شکن حتما روشن باشه. خب سایت که بالا من رو وسایل نقلیه میزنید. خب بچه ها اومد. این بالا بچه ها یک سری حالت تک مانند وجود داره که سمت چپ بالا رو میبینید این نوشته ادآن. رو این ادآن کلیک کنید تا فقط وسایل نقلیه ادآن رو برای ما بیاره. خب بچه ها این هر چلنج آورده به روش ادآن نصب میشه که از جت گرفته تا ماشین و موتور و دوچرخه اسکیت همه چیز ببینید تو کاد زده ادآن، یعنی به روش ادآن نصب میشه. بله اینجا نشه ادآن، موتورم روش ادآنه. خب ما یک ماشین رو برای تست انتخاب میکنیم. برای مثال کدوم ماشین؟ خیلی انتخابات زیاده، مثلا الان فقط من یک صفحش رو باز کردم. برای مثال این ماشین رو انتخاب میکنیم که به روش ادآن هم نصب میشه. روی دانلود کلیک میکنید. یک دقیقه ببخشید، نوشته ادآن میبینید. روی دانلود کلیک میکنید، دوباره روی دانلود کلیک میکنید و فایل رو دانلود میکنید. بچه من با گوشی نصب کردم، با یک کابل روی کامپیوتر انتقال میدم. اگه با کامپیوترم که مستقیم فایل رو باز کنید، اگه با کامپیوتر انتقال دادید. خب میبینید یک فولدر توشه. فولدر رو باز میکنید بچه ناکن نوشته ادآن. فولدر ادآن رو باز میکنید. یه دونه فولدر داره که توش یک فایل DLC وجوده. همین فولدر رو میگیرید رو دسکتاپتون استرکت میکنید. ببینید این DLC RPF استرکت میکنید داخل دسکتاپتون. بله همینطور که میبینید فایل استرکت شد. بچه ها نصب این مود به منیو اوپن آیوی نیاز داره، همونطور که اول ویدیو گفتم. خب اوپن آیوی رو باز میکنیم که بچه ها لینک آموزش داخل دیسکریپشن هم اوپن آیوی هم مودرانر هم منیو هستش. هر کدوم خواستید برید کلیک کنید. قبل این ویدیو البته قبل از این آموزش رو ببینید و نصب کنید. خب ادیت مود رو روشن میکنید، یعنی رو آپدیت x64 DLC packs. بچه اینجا حالا این فایلی که سلکت کردیم این پوشه رو انتقال میدیم داخل اینجا. خب انتقال دادیم. اگه به این پایین فولدر رو مشاهده میکنیم، بازش میکنیم، DLC رو باز میکنیم، شاید مود فولدر رو کپی این مود فولدر رو میزنیم x64 vehicles. خب بچه میبینید اینجا 3 تا فایله. بچه 3 تا فایل باید هم اسم این فولدر باشه. خب این فولدری که انتقال دادیم اگه هم اسم نبود، این توی روی فولدر کلیک راست کنید و اسمشو هم اسم این فایلا کنید. خب میان بیرون داخل آپدیت RPF شون مود فولدر کپی مود فولدر کامن دیتا. خب بچه اینجا یه فایل DLC لیست وجود داره، روش کلیک راست میکنید و رو ادیت میزنید و صبر میکنید تا بیاد. خب میانید پایین بچه ها تا به این پیست برسید. خب آخرین فایل رو بچه ها کپی میگیرید به این صورت و رو آخرین فایل بچه ها یه اینتر میزنید. یه اینتر بزنید همچین حالتی میشه. بعد فایل رو همینجا کپی میکنید. بعد این قسمت دقیقه همین قسمت رو میگیرید و رو دیلیت میزنید. این قسمت رو پاک میکنید و به جاش همین اسم همین فولدرمون رو میزنیم، یعنی Q5 Q50S2023 میزنید دیگه، هم اسم این فولدره. و بعد روی سیو کلیک میکنید. خب بچه‌ها تمام شد. حالا بریم تو بازی تا توضیحات و آموزش اسپان کردن ماشین رو بهتون بدم با استفاده از منیو. خب بچه‌ها بازیمون بالا اومد. اگه شما F8 منیو رو بازیتون نصب باشه F8 بزنید، منیو براتون باز میشه که ما رو سومین گزینه و دومین گزینه کلیک میکنیم و آخرین گزینه اینجا
کلیک کنید اینجا بهتون اجازه نوشتن میده. ما همون اسم همون فولدر ماشینمون رو می‌نویسیم، یعنی Q50S2023. اسم ماشینتون هر چی بود نصب کردید و بعد اینجا بنویسید. بعد که روی اینتر بزنید یک دفعه ماشینتون اسپان میشه به همین راحتی و شما میتونید از ماشین استفاده کنید، سیوش کنید و کلا بچه نصب همه وسایل نقلیه، کلا هر مودی به روش ادآن نصب بشه، چه خونه چه ماشین چه جت دوچرخه، هر مودی به روش ادآن نصب بشه به همین روشه و کار دیگه ای هم نداره. و بله مشاهده میکنید رانندگی عالی ما رو و دیگه چیز دیگه نمیمونه. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک، ساب، شیر فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی دوستان، خدا نگهدار.